وحدت پرونده جنایی برای تعلیم اسلام. از کودکستان‌ها شروع کرده در ازبکستان درس‌های تربیت جنسی جاری می‌کنند. کویلاب مناقشه با پسر بک صبور برای رئیس شهر با حبس زندان به پایان رسید. ازبکستان شکنجه و زورآوری‌های بی‌رحمانه نوبتی در کالونی‌ها. مقامات تاجیکستان در شهرهای اهالی‌نشین کشور معین کردن معلمان را که به کودکان و نورسان تعلیمات اسلام می‌دهند ادامه دارد. همین طریق ساکن وحدت برهان‌الدین حکیموف به نورسان و کودکان محلی اساسهای دین اسلام علل خصوص خواندن درست قرآن را تعلیم می‌داد و او این کار را در پنهانی اجرا می‌کرد، زیرا در کشور تعلیم دین بیرون از مسجد قطعاً منع کرده شده است. در نتیجه کارمندان ریاست منطقوی مبارزه با جنایتکاری متشکل در شهر وحدت حکیموف را بازداشت کردند و نسبت او چاره‌های تفتیشاتی برده می‌شود. نیروهای امنیتی گفتند که جنایت بازداشت شده از آن عبارت بود که او تعلیم دادن اساسهای اسلام را به کودکانی از 5 تا 17 ساله در خانه خود در دهه جنگل‌آباد 2 جماعت دهاتی گلستان شهر وحدت به راه مانده است. بعضی از کودکان رو تعلیم غیر رسمی می‌دهند. حادثه مذکور را دامالله شاکرخان از شهر دوشنبه به خبرها شرح داد. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری تعلیم دادن اسلام به کودکان نه تنها در خانه توسط ملاها بلکه در مسجدها از جانب امام خطیبان حکومت نیز قطعاً منع است. اما به همه این نگاه نکرده برخی از ساکنان محلی که دانش اسلامی دارند صرف نظر از ممنوعیت‌ها و تهدیدهای مقامات کوشش می‌کنند که به نورسان و جوانان اسلام را بیاموزانند. آموختن معرفت اسلامی طبق دین اسلام برای هر یک مسلمان حتمی است، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند طلب العلم فریضة علی کل مسلم. جستجوی علم به هر یک مسلمان فرض است. جای خواب این خردسالان در خانه jinsiy tarbiyani misol uchun buni yosh bolalikdan olib borish kerak. Bu در یک نشست مطبوعاتی روز 12 نوامبر رئیس سنات و کمیسیون برابری گندری ازبکستان تنزیلا نوربایوا گفت که از کودکستان‌ها سرکرده در تمام مؤسسه‌های تعلیمی در دایره درس‌های تربیت جنسی برگزار می‌شوند. در این خصوص آژانس رپاست اطلاع می‌دهد. با گفته نوربایوا نادرست است که والدان با فرزندان خود تربیت جنسی نمی‌گذرانند، طوری که در کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد. تربیت جنسی باید از کودکستان آغاز شود. گرچند که اگر کلمه‌های ضروری استفاده نشده باشند هم باید معنای اینها به کودکان رسانیده شود. مادر به دختر و پدر به پسر بفهماند. از این رو در نزد وزارت با دستگیری محله و عائله مؤسسه‌های عائلوی گشوده شدند که آنها به والدان عاید تهیه لایحه‌های فهمانیدن به فرزندان شروع نمودند. کمیسیون طلبات را به وزارت‌های داخلدار گذاشت. با تشبث پرزیدنت در مکتب‌ها درس‌های تربیوی جاری کرده شدند که در آنها از جمله آموزش تربیت جنسی و برابری گندری نیز موجود خواهد بود، گفت رئیس کمیسیون گندری. در سن میانه آن به طور دیگر است، اما در صنف‌های بالایی و دانشگاه‌ها به کودکان آشکارا درباره سالمی رپرودوکتیوی معلومات داده می‌شود، گفت تنزیلا نوربایوا. Paytimizda minbarlarda turib g'arbni yomonlaydigan eng katta bizni qurolimiz, yomonlab gapiradigan gapimiz g'arbda mana chirigan g'arb, ular qizlarni, bolalarni bitta stolga o'tirg'izib jinsiy darsdan dars beradi deb. کارشناسان قید می‌کنند که به نام درس‌های تربیت جنسی واقعاً در عمل به تبلیغات معمولی کارهای بیرون از نکاح در بین نورسان تبدیل می‌یابد. ظاهراً مقامات ازبکستان چنین تشبس‌ها را جزئی مبارزه چندین ساله خود علیه هویت اسلامی مردم می‌دانند. علاوه بر این ظاهراً رژیم میرزیویف از جانب کشورهای غرب که در باز برنامه‌های به اصطلاح برابری گندری را در کشورهایشان عملی می‌کنند امیدوار است التفات آنها را به دست آورد. Moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi lavozimiga Tanzila Kamalovna Narbayeva nomzodini taklif etaman.
پس از اعلان حکم سابق رئیس شهر کولاب بهرام عنایت‌زاده به روزنامه‌نگاران گفت که در تاجیکستان عدالت وجود ندارد. دادگاه منطقه کولاب در جلسه روز 20 نوامبر منصبدار سابق را به 12 سال زندان محکوم کرد. او برای سوء استفاده از منصب و دیگر جنایت‌ها گناهکار دانسته شد. بهرام عنایت‌زاده در سخن آخرین خود گفت در تاجیکستان مرافعه عادلانه وجود ندارد. همزمان همسر سابق رئیس شهر کولاب دیلارام سمیوه به خبرنگاران گفت که با حکم راضی نیست. چونکه حکومت بی‌عدالتانه شد. سود یکنی ما رفسوس، لیکن یکنی ما با همین گردن شما ماندگی عیب تصدیق خودش نیافت. البته شکایت میبریم چونکه این بی‌عدالتانه قاصد شد. یادرس میکنیم که بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون سال جاری از جانب مقامات امنیتی بازداشت شده بود، بر اساس 6 ماده کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، رشوه‌ستانی، تصرف اموال و غیر قانونی تقسیم کردن زمین عیبدار دانسته می شود. قبلا عنایت‌زاده به حیث رئیس شهر استرافشان ادای وظیفه میکرد و عضو مجلس ملی جمهوری تاجیکستان بود. ماه می سال گذشته به منصب رئیس شهر کولاب تعیین شده بود. یک صبور 4 میلیون سومون زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمی‌دهد. نام او در وسایط اخباری عامه ماه فوریه سال روان زود پیدا شد وقتی که او صاحبان شرکت کامل 2010 را که به پسر بیگ صبور راهبر خدمات علاقه حکومت و قضای پرزیدنت تعلق دارد زیر تنقید قرار داده است. Мощно связан бизнес. Udavronande kamyo konkretni biznes. Agar meni gapim eshitayotgan bo'lsa, O'rta Mirziyoyev tinglang yaxshilab, iltimos. روز 6 نوامبر تقریباً 20 زن که پسران و شوهرانشان در مؤسسه‌های اصلاحی ازبکستان حکم‌های طولانی را ادا می‌کنند، در نزد سرریاست اجرای جزا برای اظهار نگرانی و طلب خود جمع آمدند. زنهای جمع شده به روزنامه‌نگار ازبکی BBC گفتند که شوهران، پسران و برادرانشان در چندین زندان‌های کشور مورد خشونت روانی و جسمانی قرار گرفتند و مقامات زندان مشکلات سلامتی محبوسان را اعتراف نمی‌کنند. با گفته نزدیکان محکوم شدگان که با اتهامات دینی ادای جزا می‌کنند، شکنجه در دوره کرانتین زیاد شده است. زنها اظهار داشتند که نزدیکان خود را مدتی دراز دیده نمی‌توانند. زنها اینچنین گفتند که نزدیکان آنها وقت‌های آخر به چی گونه شکنجه گرفتار شدند. Bolam o'sha telefonda bor yo'g'ini gapirdi. سوریا خوجایeva مادر محکوم شده امیربک خوجایف گفت که در آغاز کرانتین پسر او به مؤسسه اصلاحی 11 منطقه نوایی انتقال داده شده است و دوره به دوره مورد شکنجه قرار گرفته است. یکی از محبوسان که به کلونیای سکونت انتقال داده شده است و قبلا با پسر من ادای جزا کرده بوده است به من گفت که پسرم را دائما در کارسر نگاه می‌دارند. پس من با اصرار طلب کردم و با پسر خود به ملاقات 2 ساعته نائل گردیدم. هنگام ملاقات پسرم درباره شکنجه به من نقل کرد. مأموریت مؤسسه به او نماز گذاشتن را منع کردند. اینچنین در ماه رمضان روزه داشتن را نیز منع کردند. برای اطاعت نکردن به این طلبات او را لطوکوب کردند. سرش را به سوراخ حاجتخانه درآورده تهدید کردند که کلتک را به مقعدش میاندازند. به تگ پایهایش میزدند و مجبور میکردند که روزه اش را بخورد. urib ana qilishyapti. Yaqinda bordik soatliga. زن دیگر همسر محکوم شده کماله شاه اسلامova نیز درباره استفاده شکنجه علیه شوهرش که در کلونی اصلاحی 4 در منطقه نوایی ادای جزا میکند نقل نمود. تا به امروز استفاده شکنجه و فشار علیه همسرم ادامه دارد. چند قبل من به عیادت او رفته بودم. او به من گفت که لطوکوب‌ها حالا هم ادامه دارند. دندان دیگری شوهرم را کندند. من بارها به پروکراتور و امبودسمن شکایت کردم و به مأموریت سرریاست اجرایش جنایی جزا مراجعه کردم، اما کسی پاسخ نمی‌دهد. لطافت نبی‌یوا مادر فروخ یولداشف که با اتهام دینی محکوم شده است و 20 سال باز در پس پنجره زندگی می‌کند و عین زمان در کلونی اصلاحی 11 در ولایت نوایی قرار دارد میگوید پسرش هنگام تماس تلفنی روز 11 ایون سال 2020 گفت که او را مورد شکنجه شدید و فشارآوری کارمندان مؤسسه قرار می‌دهند. اینچنین زن‌های دیگر نیز درباره شکنجه علیه خویشاوندان و نزدیکان خود در مؤسسه‌های گوناگون اجرای جزای ازبکستان سخن کردند. همه آنها اظهار می‌کنند که در مقامات‌های گوناگون کسی به شکایت‌ها پاسخ نمی‌دهد.
ҳатто дар ҳолатҳои тафтиш кормандони прокуратура бо маҳкумшудагон иртибот надоранд. бо посухҳои расмии маъмурияти муассисаи ислоҳӣ кифоят мекунанд. Mana shu ommaviy axborot vositalarida juda ko'p masalalar bo'layapti. Bu ham bir ёдрас мекунем ки моҳи январи соли 2019 дар як тамоси видеоконференсӣ президенти O'zbekiston нигаронии худро аз мавҷудияти шиканҷа дар кишвар бо тарзи хеле аслӣ изҳор дошт. аз ҳама ташвишовар он аст ки дар вилояти Андиҷон ҳолатҳои гирифтани нишондодҳо бо истифодаи шиканҷа, зӯроварӣ ва таҳқир идома доранд. албатта ҳамаи шумо дар бораи ниқоби алайҳи газ ва калтакҳо шунидаед. дар ин бора роҳбарони вилояти Андиҷон аз ҷумла Собиров таҷрибаи калон доранд. ман ӯро бесабаб ба ин минтақа нафиристодам. ин корҳо бо калтак, ниқоби алайҳи газ ин чизҳои гузашта аст, ки ба O'zbekiston лозим нестанд. тамоми ҷаҳон ба мо менигаранд. ҳар рӯз дар интернет 1000, ҳадди ақал 700-800 мақола нашр мешавад. ҳатто Эфиопия дар бораи O'zbekiston менависад. ҳар қадаме ки мо мегузорем таҳти назорати ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад, гуфта буд он вақт Мирзиёев. бо ин президенти O'zbekiston изҳор кард ки дар масъалаи шиканҷа на ҳолати маъюбшудагону кушташудагон, балки танҳо аз симои вайроншудаи худ ва кишвараш нигарон мебошад. 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib uni чӣ тавре ки вақт нишон медиҳад новобаста аз он ки Шавкат Мирзиёев ислоҳотҳо эълон кунад ҳам, хушунатҳоро нисбати маҳкумшудагони динӣ қатъ кунад ҳам, шиканҷаи бераҳмона дар муассисаҳои ислоҳии O'zbekiston идома доранд. бо вуҷуди ин кишварҳои ғарб тибқи одат худро тавре вонамуд нишон медиҳанд ки ба ислоҳоти идомадоштаи популистӣ бовар мекунанд ва вазъ ба самти мусбат тағйир меёбад. muhtaram rais Vulkan Boskir janoblari ҳамин тавр 13 октябри соли равон вакилони Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид 15 узви нави Шӯрои ҳомии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳидро интихоб карданд, ки ба он ногаҳон O'zbekiston низ шомил гардидааст. O'zbekiston ӯҳдадор аст ки таҳти роҳбарии президент Шавкат Мирзиёев ислоҳоти васеъро идома диҳад ва дар рушди ҳуқуқи инсон дар саросари ҷаҳон саҳм гузорад, навиштааст дар Twitter muayini vaziri korxonayi xorijiy kishvar Sherzod Asadov. Vaholanki men xo'jayinimdan so'ragandim, meni oldimga hech kim kelmadi dedi.